مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 23 فوریه از آشکار شدن باز دو حالت قلابی از جمله حالت قلابی در حجم مخصوصا بزرگ خبر داد. بنا به اطلاع وزارت کارهای داخلی، هنگام گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی یک در نوحه سینا، مرد 31 ساله ساکن نوحه کوشانیان با گمان قلابی دستگیر کرده شد. نامبردن ماه ایون سال 2019 در نزد خانه استقامتیش با راه فریب به باوری مرد 30 ساله ساکن پایتخت در آمده از او یک عدد автомашина тамғаи Mercedes GL که ارزشش $44500، یک عدد автомашина тамғаи Mercedes SLS ارزشش $34500 امریکایی، یک عدد автомашина тамғаи Lexus LX ارزشش $30000 امریکایی، یک عدد автомашина тамғаи Mercedes S ارزشش $15000 امریکایی، یک عدد автомашина тамғаи Audi A5 ارزشش $13000 امریکایی، یک عدد خانه استقامتی در مساحت 108 متر مربع ارزشش $43200 امریکایی و 16 تن آرماتور ارزشش $16000 امریکایی را گرفته تا حال مبلغش را برنگردانیده است. گفته می شود در خبر مبلغ عمومی ضرر به این ترتیب نزدیک $156000 یا حدود 1.8 میلیون سومانی را تشکیل می‌دهد. همزمان به شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر ترسونزاده با عریضه مرد 66 ساله ساکن شهر مذکور مراجعت نموده است که ماه فوریه سال 2021 مرد 48 ساله ساکن همین شهر با راه فریب به باوریش در آمده از او $3100 امریکایی را گرفته وعده داده است که 4 ساعت قطعه زمین نزد اولگی از نزد خانه‌اش گرفته می‌دهد، اما تا حال او را فریب داده گشته است. اوید به این حالت تفتیشات ادامه دارد.